الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. ونشهد أنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ونشهد أنك أرسلت محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله على بصيرة. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقواه مفتاح السعادة في الدنيا ومفتاح الجنة في الآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز من قائل وهو أصدق القائلين: فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند تا نور الهی را با دهانهایشان خاموش بسازند، اما الله عزوجل نمیخواهد و نمیگذارد تا نور الهی خاموش گردد، ولو که دشمنان اسلام به آن راضی هم نیستند. برادران و خواهران مسلمان، عنوان خطبه امروز ما پاسخ به یاوه‌گویی‌ها علیه اسلام است. البته ما هر صباح و شام از چینل های نامنهاد افغانی اعتراضات، انتقادات، تجاوزات، حملات علیه قرآن، علیه پیغمبر والا گوهر اسلام، علیه سنت مطهر پیغمبر، علیه امامان و پیشوایان ما و علیه علما و دانشمندان ما میشنویم که از هر روزنه و از هر دریچه سر بلند میکنند و تنها هدفشان تحقیر، توهین و انتقاد علیه اسلام و نوامیس اسلامی است. البته بسا از برادران و خواهران ما از همچو حملات متأثر گردیدند و متأثر میشوند، زیرا قلب هر مؤمنی که مملو از ایمان است در برابر همچو گفتارهای ضد اسلامی و ضد قرآنی و ضد پیغمبر متأثر می‌گردد. اما به خاطر اطمینان قلب برادران و خواهران ما، خطبه امروز را ما عنوان گذاشتیم پاسخ به یاوه‌گویی‌ها علیه اسلام، تا ببینیم در عهد مکی و در عهد مدنی، عهد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، ببینیم که در آن عهد چی بوده و حقایق چنان بیان می‌گردد که در داخل مجتمع اسلامی و در برابر چشم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که علیه اسلام و علیه پیغمبر اسلام
و علیه احکام اسلام استهزا و تمسخر می کردند، انتقاد می کردند، حملات می کردند. بیایید تا ما اول صفحات قرآن را ورق بزنیم و آیات قرآن کریم که در این مورد برای ما بیان می کند نظر بیندازیم. می بینیم که در داخل مجتمع مدنی در برابر چشم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار ابوبکر و عمر و عثمان و علی و رضوان الله علیهم اجمعین و در کنار عایشه و ام سلمه و اسماء رضوان الله علیهن اجمعین باز همی بینیم که در کنار اینها عبدالله ابن ابی ابن سلول و پیروانش وجود داشتند. قرآن کریم برای ما میگوید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا نحن مصلحون. وقتی برایشان گفته می شود که شما در روی زمین فساد نکنید، میگویند که ما مصلحان هستیم، ما کسانی هستیم که میخواهیم تا اصلاح بیاوریم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. باز قرآن خود در جواب میگوید که نخیر، اینها فاسدان هستند اما احساس ندارند، نمیدانند که اینها اصلا به خاطر بذر تخم فساد و نفاق اونها فعالیت میکنند. این ثابت می‌سازد که جامعه اسلامی در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها جامعه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه و ام سلمه نبود، بلکه در کنارشان منافقین نیز وجود داشتند. اما جواب قرآن، پاسخ قرآن در برابر این همه گستاخی ها چی بود؟ در پاسخ قرآن همیشه با زبان ادب، با زبان اخلاق، با زبان قرآن برایشان میگفت که و برای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، چون از اونها حکایت میکرد که هستند منافقینی هستند که علیه پیغمبر اسلام استهزا و تمسخر میکنند و علیه اصحاب کرام استهزا و تمسخر میکنند. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا. این قرآن است که بیان میکند از حال اون منافقان که در برابر چشم پیغمبر و در جامعه اسلامی موجود بودند، که برای دوستان خود از غیر مسلمانان میگفتند که اونا منافقین بودند، که برای دوستان غیر مسلمان خود میگفتند که اگر شما خارج شوید، اگر شما برایید، ما هم همراه شما میبراییم از این جامعه، یعنی از جامعه اسلامی، و برای از هیچ کسی ما اطاعت و پیروی نمی کنیم. و این قتلتم، اگر با شما مقاتله شود، جنگ شود، ما شما را پشتیبانی میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون. اما الله عزوجل شهادت و گواهی میدهد که اینها کاذبین و دروغگویان هستند. باز هم قرآن کریم میفرماید و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم یهلكون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. باز هم از منافقین حکایت میکند که اینها برای دوستان خود، برای همفکران خود میگویند که ما اگر بتوانیم ما خارج میشویم، به همراه شما هستیم. اما الله عزوجل میداند و شهادت و گواهی میدهد که اینها کاذبان و دروغگویان هستند. این منافقین نه تنها به پیغمبر اکتفا کردند، بلکه برای اصحاب نیز استهزا و تمسخر کردند. و منهم من یلمزک فی الصدقات. این منافقین تو را با غمز و لمز و با استهزا و تمسخر در مورد صدقات و زکات بالای تو استهزا و تمسخر میکنند و بالای پیروان تو تمسخر میکنند. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. حتی به حدی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذیت رساندند، ضرر رساندند و متهم ساختند پیغمبر را صلی الله علیه و سلم که انسانی خوش باور است. یعنی پیغمبر سخنانش خوش باور است، هر چی گفت قبول میکند و باور میکند. قرآن باز هم تاکید می‌دارد که قد بدت البغضاء بینهم، قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر.
اینها دشمنی و عداوت و خصومتشان را با زبانهای خود اعلان نمودند، اما آنچه از حقد و کینه و حقد و حسدی که در قلب دارند بزرگتر و بیشتر است از آنچه را که به زبانشان میرانند. البته آیات زیادی هست که در مورد بیان منافقین هستند که در داخل مجتمع مدنی در برابر چشم پیغمبر و در برابر چشم اصحاب کرام اونها استهزاء و لمز و غمز می کردند. اما قرآن چی میگوید؟ قرآن برایشان میگوید که وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. این منافقین میگویند آنچه را که قرآن الله عز و جل در قرآن برای ما وعده داده و آنچه را که پیغمبر برای ما وعده میدهد اینا همه وعده های دروغین و باطل است. والعیاذ بالله. و همچنان در مورد بخل و در مورد دشمنی قلبی با مسلمانان میگوید قرآن اشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک. اینها بالای شما بخل میورزند، بالای شما خصومت و دشمنی میکنند. وقتی که برای شما نصرت و کمک برسد اونها در قلبهای خود دشمنی را میپرورانند. حتی به شخص محمد صلی الله علیه و سلم یک تنشان گفت که یا محمد عادل، ای محمد تو عادل بکن. در توزیع تقسیم غنایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پاسخشان گفت ویلک و من یعدل اذا لم اعدل. هلاک باد بر تو که اگر من عدالت نکنم پس چه کسی است که عدالت خواهد کرد. همچنان منافقین و دشمنان بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بالای امهات المؤمنین اتهاماتی را بستند و داستان افک که در سوره نور به صورت واضح بیان می‌گردد بالای همسر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم و عایشه صدیقه بستند. اما همیشه قرآن برای پیروان خود و برای پیغمبر خود امر می‌کند، تشویق می‌کند، میگوید که شما با اونها با زبان نرم، با زبان شیرین، با سخنان داخل چوکات ادب، با سخنان داخل چوکات اخلاق اسلامی شما پاسخ بگویید. قد نزل علیکم من الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. یعنی اونها وقتی که قرآن را میشنوند بالای استهزاء میکنند، بالای تمسخر میکنند. اما ارشاد قرآن برای پیغمبر چی است؟ ارشاد قرآن برای پیغمبر و پیروان پیغمبر چی است؟ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اونهایی که در برابر چشم شما بالای قرآن استهزاء و تمسخر میکنند شما با اونها نشینید، با مجلسشان گوش ندهید، اونها را ترک بکنید. ببینید که نه امر اعدام را صادر کرد و نه امر و حکم دو و دشنام را صادر کرد، بلکه برایشان گفت که مجلسشان را ترک بکنید. البته نمونه های زیادی از قرآن است که ما نمیتوانیم، یا نمونه های زیادی از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که برای پیروان خود ارشاد میکند تا در برابر همچون گستاخی ها